قتل‌های وحشتناک تا به کجا؟ ای برادر، دشمنت کیه؟ اون قبلهش با تو یکیه یا شیطان که از جهل تو نردبان میسازه؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. میدونی داستان بعد از قتل چیه؟ خانواده های سوخته و نفرتی که نسل به نسل میمونه. لزوال الدنیا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. با قتل و کشتن میخوای چی رو ثابت کنی؟ غیرت، قدرت، قبیله، فامیل، یا فقط خشم بی عقلانه رو؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و ارزه. به خاطر مسائل زودگذر دنیا دستها را به خونی آلوده کردن فردا دامان خودت رو میگیره. این راه نور نیست، این مسیر نابودی است، این جزء دین نیست. اسلام با جان زنده است، نه با جنازه.